Tingli talati bilen aziz hurmatlik millat mardumimiz, xalqimiz, hamzabonimiz, hammalaringizga salom va ehtiromot taqdim qilaman. Umidki jo'r sihatmand bo'lsalaringiz. سلام و ارادت خدمت همه مردم افغانستان، هموطنان عزیز چه در داخل چه خارج از کشور هستید. امیدوار هستم جور و صحتمند باشید. من چند گفتنی کوتاه دارم. موضوع صحبت ما و مسائلی که مثل مسائل یا بیانیه های فرق میکنه، من کوتاه اشاره میکنم. در مورد برداشتن زبان مادری من، زبان ازبکی، بار دیگر طالبان بی فرهنگ، طالبان دشمن فرهنگ و زبان و ملیت ها بار دیگر با زبانمان بازی کرده. در این رابطه من به تمام هم نسلانم و هم زبانانم، به خصوص به تمام اقوام و زبانهای کشورم پیامی دارم یا گفتنی دارم که متوجه باشه طالب اصلاح ناپذیر هست و اصلاح نمیشه و اینها کارشان بازی کردن دین یا با بازی گرفتن یا مسخره کردن دین و زبانها هست، به خصوص حزب هویت ملی یک اقوام، یک ملت بزرگ هست. طالبان میداند که ما کهن‌ترین و قوی‌ترین زبان را در افغانستان داریم، قدمت تاریخی داریم. من به تمام اما سران طالب چلنج میدم یک از تاریخش بیاره پیدا بکنه که مثل ما واری تاریخ فرهنگ داشته باشه. طالبان با برداشتن زبان من گویا من را نمیتونه حذف بکنه. زمانش برسه، وقتش برسه، نسل و نسلش از بین میبریم و اجداد و فرهنگش با بازی مسخره میکشانیم. هر چیزی را به وقت و زمانش